سلام و درود، خوش اومدید به کانال خودتون. روحام سیتیزنم. امروز یه سری ویدیوهای دوربین مخفی براتون آوردم. ناب می‌خوایم بریم یه سری ماماسیتا ببینیم. بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. پس بزن بریم. لتس بونز. آی من از این زندگی خسته شدم دیگه، نمیکشم. پول خرید یه دونه پرایدم ندارم. میخوام خودمو دار بزنم. چی؟ ها؟ به تخمت؟ میگم میخوام خودمو دار بزنم. اینقدر بیخیال دار بزنم خودمو؟ یعنی نمیخوای منو منصرف کنی؟ میخوام برم خودمو دار بزنم. راحت میشم. دمت گرم. اینو راست گفت. خیلی احساساتت خفن بود. عالی. داشتم دوربین مخفی ضبط میکردم. ها؟ میگم دوربین مخفی داشتم ضبط. اصلا به یه ورشم نی. برم؟ برو کلا حاجی همه چی به تخمشه، اصلا به یه ورش هم نیستی چی. هزار ناله کنه واسه خودش. اوه گنده مانده هم انتخاب کرد. اوه آخ اردشونه ها رو کلا یه برقونیم کالباس یه منابع خوندم. چی؟ یه برقونیم کالباسی؟ اینجا نشه. شمونت میخواره؟ باشه اینجا نشه. شمونت میخواره؟ آره نه باشه اینجا نشه. میخواری؟ آره باشه اینجا نشه. با چه جرأتی؟ شمونت میخواره؟ اوه داداش اوه میخواره؟ یواش برو کی رفتی داداش؟ نه اینجور جا داداش نزن داداش. کی رفتی اون دور مخفی؟ داداش خب نرو اینجور جا. یه موقع میبینی از یه ورقونیم کالباس تبدیل شد به بو کالباس ها. اما این ماشیه خورده یه پول ریز بهش میدید. باز وای ماشینو کجا برد؟ گل بده با هم بودی داره وایس نه به حضرت تپوس کو گل بده. کی میگه آقا بیا وایس کیو بخورم گفت گل بده گل بده. ایده تو خودشو. آروم باش وایس یواش بیا اینجا اگه گفت گل بده آدم لیدی خولی دارم میام به ناموسم. دوربینا هم گرفتن. نه اینا دوربین آقا دوربین مدار بسته است. من دارم اون دوربین اینا دوربین. من چه کار به این دارم؟ دوربین مخفیه. به من چه بابا؟ ما با هم بودیم. دوربین مخفی داشت چی می‌کنه؟ بابا زن خواهر مادر من گاییده بابا. ببخشید تلفن بگیرم. این دست من بده. یه ما عالی بود. عالی بود. سیگار نمیگیرم. الان دو تا سیگار برات میگیرم. یه دست اونجا تکون یه سی خودش بگیره. بگی گاز برم. چرا؟ ای خدا ذلیلت نکنه. گاز برم. وای سلام. من یه آبجی دارم. خب از شما خوشش اومده. بعدش میشه شما تو رو دیده دیگه توی پارک تو رو دیده. میشه چشتو ببندی برای سورپرایز. آخ اوه کیم آورم. بشین کجا؟ حالا بشین یه لحظه. کلی هزینه کردم. گردنگی خرابه بابا. بیا بابا دست گذاشته همه اینو با تو دیدم بابا. مگه مسخره؟ گلو بگی حالا. داداش بیا حالا میدونه این گلو بگیره دیگه داستانه. آخ حیا نمی‌کنی تو؟ چیه؟ نه این چیه؟ کلید ماشین منو شما نخوردی؟ بچه‌ها گفتن شما خوردی. دست بنداز یاره. یه دقیقه واسه داشت. دست بنداز یاره برو تو کوچه. اوه کلید ماشین رو پیدا نمی‌کنم. من فکر کردم ایشون خورده. کلیدو بده بهش. داداش شما به راه رو میید. بعد باور افتی. حالا شد براره دا. میگم کلید منو خوردی اینها. کلیدو بده بهش. کلید ماشین من خواب بودم تو چمنه. شما کلید منو خوردی. الان اومدن مثلا مفبری کنه تو شهر ما. نه بابا چی میگی؟ کلیدو بده بهش. ای بابا بابا گل خوردن. ناموسن گل خوردن. گل نمیگوزی تش این میشه. ببخشید شرمنده. کسی تا اونجا نبود. تا اونجا میبرید. سه تا مدت. مرسی.
چیکار کرد؟ این چرا قشکه؟ سوژه نبود مگه این؟ وای خوب شد. حالا ایستگاه بعد امام خمینی. حالا ببخشید سایزتون چنده؟ ها؟ سایز؟ سایزتون دیگه. سایز چی؟ یعنی چی سایز کجا؟ خانم چقدر ذهنتون منحرفه شما. سایزتون. الان دوست پسرمو میگم اوه الان میاد سایز بهت میده. سایز دیگه. ای بابا. من میگه سایز چنده؟ سایز. سایز مادر چنده؟ سایز مامانو فهمیدی حالا؟ برو ببینم. اینجا دیگه لپامون ها؟ عالی عمل گرمی حاجی از آشغایه با شما گرمی زیاد خورده. بله بله بریم داغم خیلی داغ زده بالا ناجور. نه این چیز من عرق میکنم یه وقت خیس میکنیم. بابا چی؟ میگن دود از کنده بلند میشه اینجاستا. سلطان میخوایم بریم سمت چهار طالقانی. چهار طالقانی از کجا باید بریم؟ والا بلد نیستم داشت بچه. بلد نیستی؟ چهار طالقانی که خیلی معروفه. آقا سلام. خوبی؟ ببخشید چهار طالقانی کجاست؟ میدون اسبی رو باید بندازید بریم پایین. میدون اسبی کجا میشه؟ بلد نیستم. بلد نبودی که. واقعا؟ مرسی. یه دقیقه فقط وایسی. آبجی دست نکن تو برو ما با داداش میریم. اوه خدا خیرت تو بلد نبودی آجی. گاز گرفت درم. وای دهنت سرویس پیچیده بازی. دستک تو که بلد نبودی چی شد پس؟ یه دختر دیدی سریع تاکسی دربست شدی؟ بچه‌ها سلام. سلام. مرسی. با هم دوستین؟ بله. چند وقته؟ 8 سالی میشه. یه سوال میتونم بپرسم؟ یه فکتی که راجع به دخترها خیلی‌ها میگن اینه که از پارتنر رفیق صمیمیشون بدشون میاد. دقیقاً درسته کاملا موافقم. درست. چرا؟ چرا اون وقت این سر چیه؟ به خاطر اینکه ببین هم رفیقمون رو از هم دور میکنن و هم رفیقمون رو اذیت میکنن. خیلی بده ها. بعد شما اینو روی پارتنر دوستت میگی؟ آره ترسی ندارم. عمره. آره. شماره دوست پسرتو بگیر ایشون بگه. چالش میخوام بهت بدم. گفتی ترسی ندارم. بزن حالا. بگیر. خوبم مرسی. ممنونم خوبم. چی شد؟ دوست سرداره من از محمده اوکی هم باش. رضاه ولی خیلی افتضاحه. رضاه گنده. الان این یکی دیگه بود. چی شد؟ چی بدت میاد؟ پیش میاد؟ چجوری؟ ماشاءالله رفیقت همین که تایم خالی پیدا میکنه واسه تو میذاره باید بری خدا رو شکر کنی. خانوم اگه بتونید حدس بزنید این چیزی که قراره بهشون دست بزنید با چشه بسته چیه 10 تومن همین الان میاد تو حسابت. اوکی؟ چشتون رو بگیرین لطفاً. خب سرتون پایین باشه. آها دست چپتون و انگوش اشارتون رو بیارین جلو. نه آخ این بده جلو. خب چی میخوایم بریم؟ فقط چشتون رو اصلا به شما با نکنید. وای خب چی بود به نظر خودتون؟ چی میتونه باشه؟ میخوای باز کن؟ بذار حدس بزنه. باز کن. اوکی باز کن. وای قهوه‌ای میکرد. اصلا چی توش بود؟ آی اینو الان به حدس بزنید چی توش بود به غیر از پیپی؟ چنت سرویس. آره دیگه. نه باز کردین دیگه. یه آب بیاریم تمیز موبایل تمیزه اینو تمیز میشه. یاله را اینو عروض میشه. آره جدی میگی؟ آره دیگه الان لاشو باز کن. لاشو بکن. اب نداره اوکی. وای کثافت نجس. باز این اومد. و این حالا هرگیه. الله اکبر. جان چی شده؟ خودم بشینه. آره داداشم عصبی ها. برو بگو ترت بده داداش. بیا گندش اومد. بهشون گفتم حالا چه گویی میخوای بخوری؟ گفت من میزنم داداش خودم. آره دست چرا دهن سری. چرا میگی؟ من گفتم بشینی. بشینم. بشین. خب یه گندش اومد. هیچ گویی نتونستی بخوری. اوه خارجی بریم سری. اوه
او آرایششون میکنه. میگه رو به این یزیدتو این تشی میشه. اینا رو شبیه عجوزا کرد اینا رو. اینو وای 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 تاچیواناه وای. اینا دیگه اون آدم سابق نمیشن. وای یکی داغونده. چرا لوزی شده بود. بیا برو مردی که خر. برعکس دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. ماچ به تک تکتون. اگه دوست دارین پارت 2 رو بسازم حتما تو کامنت ها بهم بگین تا پارت بعدیشم براتون بسازم. دمتون گرم، مرسی که هستین. تا ویدیو بعدی، بای بای.